با مقصد با هم کوارتیرا بچه‌ها کتی نماز میخونیم مقصد میموند من امام شده میخونم خیلی اون تجوید کتی خونده میتونم خیلی بسیار بزرگ نیو خیلی کم کم خونده میتونم با تجوید بعد او همراه من مردکو کلون است مقصد نماز میخونن چی میکنن و یا خونده نمیتونن و مرا میگن تو پیش گذار امامی کن انا ما ولی یوش هستم چی یکو جراز ما یکو خوبای نمیتونن خونده هم جایز است مقصد یکون مشکلی نداره. بله پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ام القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة و مردم حافظترین آنها قاریترین آنها امامتی میکنند اگر آنها در علم قرائت به هم برابر باشند پس داناترین آنها به علم سنت یعنی به علم حدیث و علم فقه یعنی مادامی که در بین همین جماعتی که در خانه زندگی میکنید از همه شخصیتی که قرآن را درستتر تلاوت میکنید نسبت دیگرها بله شما باید امامتی کنید اقرأهم یعنی قاری ترینی همون جماعت اگرچه مثلا قرائتش خطاگی دارد ولی از قرائت دیگرها دیده به حقیقت نزدیک است همین آدم میگذارد. بله